شما روزی که مراجعه کردید نمیتونستید خوب راه برید و یه خورده حالت کج بود بدنتون. الان وضعیتتون چطور سلام. شده؟ اول از دست خانم دکتر خیلی من راضی دارم. کیانوش و همایون، من اومدم یه 30 جلسه پیشون چی به سوزنی انجام دادم که من خیلی خمیده بوده، راست شده. از دکتر تشکر میکنم. دردام یکم بهتر شدم. الان از روز تا حالا که مراجعه کردم 90% کژیم راست شده. بهتر راه میرم، مثلا میتونم بدون عصا چند قدم راه برم. و وقت نمیتونستم. حتی تو منزل که میخواستم راه برم با عصا راه میرفتم، ولی الان تو منزل بدون عصا راه میرم. دستشون در نکنه، هنوزم درمانم ادامه داره، ولی خیلی ازشون راضی هستم. خیلی برام زحمت کشیدن.